ملی، انقلاب 57، جنبش رفورم و حوادثی که در میان اون بوده تا اخیراً. منتها چیزی که الان باز بی سابقه است، یکی بی سابقه که عرض میکنم پس از انقلاب عرض میکنم، به خاطر اینکه برها مخالفت هایی بوده در ظرف این 30 سال هم. بی سابقه از این نظر که توده ایست این جنبش، یعنی از یعنی در گستردگی مردم رو میبینیم که داره. دوم این که شیوه هایی که الان ما میبینیم به کار برده میشه شیوه های خشونت آمیز نیست، ویژگی های یک جنبش اصیل اجتماعی رو داره، نوعی سیویل دیسوبیدینس. شما میبینید مخالفت های به اصطلاح مدنی، جنبش هایی که مدنی هستن و با تاکتیک ها و استراتژی های بسیار بدیع درونزا ملی که حاصل ابتکار نسل جدید و جوان هست میبینیم. و دیگر اینکه یک نوع ائتلافی هست از نه فقط طبقات متوسط و متوسط بالا، بلکه حتی طبقات پایین هم از خلاف تبلیغاتی که میشه در اون هستن و نه فقط عناصر اصطلاح لایک و سکولار، بلکه عناصر مذهبی و ملی هم در این هستن. یک جنبشی است فراگیر، ولی طبیعتا مثل بقیه مثل لااقل پاره‌ای از مواردی که در طول تاریخ ایران ما داشتیم همواره از ضعف رهبری و سازماندهی رنج می‌برده و این هم در حال استثناء نیست. ببینم الان جمهوری اسلامی یعنی جناح حاکم الان به شدت داره تبلیغ میکنه که این یک انقلاب مخملیه و شاید هم به دلیل اینکه این روبان‌های سبزی که اومد به تشابه سوری داشت با جورجیا، گرجستان و جمهوری‌های روسیه سابق و همچنین به تبع منابعی که میگن که روسیه خودش متخصصاشو فرستاده چون تخصص داره تو سرکوبات. شما واقعا این انقلاب مخملی میدونین؟ سوال خیلی خوبیه. من این رو نه فقط انقلاب مخملی نمیدونم، حتی یک انقلاب هم نمیدونم در این مرحله. ببینید انقلاب‌های مخملی یا رنگی ویژگی‌هایی دارن از نظر جامعه شناسی سیاسی. یکی اینه که اینها در جمهوری‌های پس از اتحاد شوروی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی اتفاق افتادن و یک طرف قضیه، یک طرف از کسانی که به هر حال در کار انقلاب یا انقلابات مخملی درگیر بودن کسانی بودن که یا مستقیم یا به هر حال غیر مستقیم توسط غرب حمایت می‌شدن. در صورتی که ما می‌بینیم اتفاقی که در ایران داره میفته، یک طرف قضیه آقای حسین موسوی و آقای کروبی هست که بخشی از استبلیشمنت هستن، بخشی از سیستم هستن. درسته که مثل بقیه انقلاب‌های مخملی یا رنگی از شیوه‌های عدم خشونت استفاده میکنن، ولی واقعیت اینه که هیچ کدام از اینها نه توسط غرب حمایت میشن و نه اساساً دیدگاه‌هایی که دارن در سیاست به خصوص خارجشون سیاستی هست که فرض میکنید بتونه مقایسه آدم بکنه با فرض کنید فردی مثل آقای ساکشویلی. چنین چیزی نیست. بنابراین این انقلاب مخملی نیست و مخاطب من در اینجا دو طرف هستن. یکی کسانی که در ایران این حرکت خودجوش ملی در اونجا رو میخوان وصل بکنن به خارج، و دومی که بعضی از کسانی که در خارج دچار توهم هستن، از نئوکان ها گرفته تا نمیدونم اپوزیسیون رادیکال که اینها به هر حال بخوان یک جوری ماهیت اصلی این جنبش اجتماعی رو لکه‌دار بکنن. چنین چیزی نیست. این انقلاب مخملی نیست، در این مرحله انقلاب هم نیست، یک جنبش اجتماعی است. الان هم در این مرحله صرفا خواسته که داره ابطال انتخابات و خواسته یا ناخواسته آقای میرحسین موسوی به هر حال در موقعیت قرار گرفته که این جنبش رو داره به هر حال رهبری میکنه. خواسته یا ناخواسته، حالا تا چه حد موفق بوده یا نبوده این مسائل دیگری است. اگر نظام و سیستم بتونه به این خواسته حداقلی که در کادر قانون اساسی هم هست پاسخ مثبت و مسالمت‌آمیزی بده، این خواسته ها رادیکال‌تر احتمالاً نخواهد شد، لااقل در کوتاه مدت.
اگر نتوانند به هر دلیلی به این خواسته هایی که خیلی مسالمت آمیز هم داره مطرح میشه، خیلی سیویلایز متمدنانه و با بدون خشونت داره مطرح میشه، اگر به هر دلیلی نتونه قانع کننده ای بده، اون موقع احتمال داره که این خواسته ها رادیکالتر بشه، رهبران رادیکالتری وارد میدان بشن، حالا اینکه تا چند موفق بشن یا نشن داستان دیگری، و مرحله‌ای بشه که به هر حال اساسا جنبش عوض بشه، لولش، سطحش و ماهیت دولت هم عوض بشه. نکته ای که به هر حال بسیار خطرناک هست اینه که من بتونم یک مقایسه‌ای بکنم. شما نگاه بکنید در زمان شاه هم ما کودتایی داشتیم 1953 32 که البته کودتای خارجی بود توسط آمریکا و انگلیس حمایت شده بود، و پس از اون رژیم شاه هرگز دیگه اون مشروعیت خودش رو نتونست در چشم مردم و اپوزیسیون کسب بکنه و منجر به فروپاشی شد. اگر چنین پرسپشنی میان مردم ایران باشه که کودتای انتخاباتی رخ داده، یک کودتای سفید و نرم، و نتونن مردم رو قانع بکنن که چنین چیزی نیست، اون موقع همونجور که عرض کردم این میتونه یک سرفصلی باشه برای حرکت‌های تندتر که هم ماهیت دولت رو و هم ماهیت جامعه رو به اصطلاح تحت شعار خودش قرار بده. من خدمت عرض کنم که آقای دکتر، من روزایی که خب مانند میلیون‌ها ایرانی دنبال میکنیم، هارتز 3 روز پیش تحلیلی داشت و نوشته بودش که هارتز اسرائیل نوشته بودش که حتی CIA هم الان داره اطلاعاتش در مورد ایران از توییتر و از همین CNN و از چیزا میگیره، و نوشته بود ضعف اطلاعاتی باعث شده که اینا واقعا سورپرایز شدن، هیچ کدومشون فکر نمی‌کردن که همچین اتفاقی بیفته. در رابطه با تایید حرف شما که اگر انقلاب مخملی بود به تبع آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده بودن روش و میتونستن راحت، یعنی حداقل خبرشو داشتن که چیکار باید بکنن، ولی کاملا به نظر میاد که غافلگیر شدن. شما چی فکر میکنید؟ بله، و من یه نکته رو دوست دارم سر ادامه صحبت شما بگم، اینه که متاسفانه واقعیت تلخی که وجود داره و برخی از ایرانی‌ها ممکنه کمتر رو متوجه کنه، اینه که سیاست خاورمیانه آمریکا به خصوص در دوران پس از 11 سپتامبر و همینطور تأثیری که صحبت‌های اسرائیل و رهبران اسرائیل روی جنبش‌های دموکراسی خواه توی منطقه داشته، اصولاً تأثیر مخربی بوده و ما خیلی خوشحال میشیم که اگر اینها کمترین کامنت رو بگذارن، به خاطر اینکه به خصوص آمریکا پس از 9/11 اگر برای ما ایرانی‌ها که از قبلش از کودتای 28 مرداد 32 به خصوص آمریکا و اسرائیل هم همینطور، رهبران اسرائیل هم همینطور، اینها مورال اتوریتیشون رو از دست دادن اگر بگیم داشتن اساسا، و با چنین کیفیتی که داشته اینها اصولا نمیتونن به جنبش دموکراسی خواه ایران کمکی بکنن. نقش البته جامعه مدنی جهانی، از طرف خدمتون شخصیت‌های جهانی، اینتלקچوال ها، سازمان‌های حقوق بشری، اون میتونه مهم باشه و میتونن حمایت بکنن، مثلا خشونت رو محکوم بکنن، یا حتی صحبتی که آقای اوباما که بسیار حساب شدن صحبت کرد و خشونت رو محکوم کرد، ولی مواظب بود که به هر حال تحت هیچ شرایطی صحبتی نکنه که بوی مداخله و رژیم چنج رو نمیدونم از اینجور صحبت رو بده. اینها رو میشه تنظیر کرد، ولی باید واقعا به جامعه جهان، به دولت‌های